جا که باشی جاده ملال خودش بارمو خالی کردم این دارم برمیگردم دفتر بالا به جاده ملال سراسیاب اینجا قبلا جزء کرج بود الان جزء تهران شده راننده نیسانم تو آهن فروشی کار میکنم در ساختمونا میلگر، تیراهن، ستون، نبشی هر چیزی که آهنه واسه ساختمون ساخت و سازه من میبرم سر ساخت از محله‌های شلوغ تهران حساب میشه. حتی ملار خودش قبلا روستا بوده حالا شهر خیلی بزرگی شده ملار. حتی هم بافت قدیمیشو داره. الان میخوایم بریم سمت دفتر آهنالات کوثر. صاحب آهنالات کوثر آقای اکبریه، حاج رسول اکبری، یکی از آهن‌فروشای به نام این منطقه است. این هم سردر آهنالات کوثر. ببخشید آقا عبدالله داره بار دوم من آماده میکنه. این آقا عبدالله مونه.